سلام، من مردم عزیز کشورم. آقا من نمیخوام معروف بشم با کامنت نوشتن و با پست گذاشتن و با لایک کردن. من نمیخوام معروف بشم یا یوتیوبر بشم. اینو برداشت اینجوری نکنید. یه وقت فکر کنید که آره فلانی میخواد مثلا یوتیوبر بشه، این آقا نمیدونم برای همین میگه لایک کنید کامنت بزن. نه داداش من، نه خواهر من. اگه من میگم بیا کامنت کن، کامنت بذار، لایک کن، سابسکرایب کن تا بتونیم صدامونو بشنوونیم به این آقایون که میان انقدر توهین میکنن به ما مردم ایران. و ما مردم ایران از حق خودمون دوست نداریم دفاع کنیم، دوست داریم یه نفر دیگه بیاد از حق ما دفاع کنه. این برداشت ما اشتباه. ما 100 سال هم نبود از اروپا، از اسرائیل، از کشورهای دیگه انتظار این داشته باشیم که بیاد سرزمین ما رو و سرنوشت ما رو عوض کنه. این دلیل بر این حق بودن ظلمه. خب یه چیزی بهتون بگم، با سکوت کردن فقط کار خودتون سنگین میکنید. یعنی طرف علنی داره به مردم ایران میگه که آقا وقتی شما گرونی دارید، بدبختی دارید، بیماری دارید، به ما دولتی ها چی ما بخوریم بچاپیم، شما برید کلیاتون رو بفروشید، خودتون از قبرستون هر قبرستونی در میارید در بیارید، به ما چه ربطی داره؟ ما اومدیم این بالا بخوریم بچاپیم. دقیقا همین حرفش همین میشه، چیز دیگه من نمیتونم برداشت کنم. زمانی که میخوان میان رأی بگیرن از این مردم، زمون ریختنشون. من نمیدونم اون یکی مثل اون آقای حسن روحانی که اومده بود میگفت آره من کلید اقتصاد را من قفل اقتصاد را باز میکنم، من من قفل تحریم ها را باز میکنم، من نمیدانم قفل کارگری را من قفل کلید نمیدونم قفل گرانی را باز بگه. آقای حسن کلیدساز که گند زد رفت، اونم از آقای رئیسی که خدا بیامرزش مرد، اینم از این آقای پزشکیان که تر زده به کشور، اینم از این آقای نماینده. آقای نماینده این حرف آخرم با توه، از طرف 85 میلیون آدم ایرانی. ببین امروز فرداست، اینو یعنی جدی دارم میگم، تهدید نمی کنم. این حرف مردم ها، حرف تنها من نیست. خب 80 میلیون آدم دارن اینو میگن. امروز فرداست که دمار از روزگارت در بیاریم. منتظر اون روز باش ها. یعنی ببین روزی میرسه که تو به جای این حرفا زد چه نزنی من دلم خنک نمیشه. خاک بر سر تو کنن که تو رو کردن نماینده مجلس. تو رو اگه من بودم، اگه من سری تو این سرا داشتم، تو رو سگ در خونم هم نمیکردم، چه برسه نماینده مجلس. همین مردم به تو استخون دادن که الان پاچه همین مردم رو گرفتی. خاک بر سر عربت.